فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت برهان صويا أنت مصباح صويا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داع وجب الشكر علينا ندعى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وصلى الله على نوري كزوش النور فايدا وصلى الله على نوري كزوش النور فايدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا از او در تن شوقه از او در دل ذوقه از او در تن شوقه از او در دل ذوقه از او در زبان ذکره از او در سر سودا از او در زبان ذکره از او در سر سودا منور عالم از رویش معطل خود از بویش منور عالم از رویش معطل خود از بویش معنبر دو گسویش دو زلفین شبیه الله معنبر دو گسویش دو زلفین شبیه الله محمد احمد و محمود کی بیر خالقش بستود محمد احمد و محمود کی بیر خالقش بستود از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا اگر نامی محمد را نیاوردی شفیعاندن اگر نامی محمد را نیاوردی شفیعاندن نه آدم یافتی توبه نه نوح از خلق نجینا نه آدم یافتی توبه نه نوح از خلق نجینا نه ایوب از بلا رحت نه یوسف حرمت و حشمت نه ایوب از بلا رحت نه یوسف حرمت
نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی آیدی بیضا. دو چشم نرگسی نشرا که ما ذوق قلب سخانی، دو چشم نرگسی نشرا که ما ذوق قلب سخانی. دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا، دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا. زی سر سین اشجانی الم نشرح لك بدخان، زی سر سین اشجانی الم نشرح لك بدخان. زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری، زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری، زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری. اللهم صل وسلم وبارك علیه. آمین. خدایا از بوی خوش و فارم صلوات و درودهای ما روضه مبارک پیغمبرت را همیشه خوشبو و معطر گردان. پروردگارا این بندگان تو دست امید به سوی تو برداشتیند، زیرا غیر از تو فریاد رسه و حاجت براری ندارند. خدایا تو آنچنان بزرگ و مهربانی دستی با امید برداشتی بندگانت را خالی باز نمی گردانی. خدایا هر مراد و مقصودی که این بندگان تو خصوصا این جوانای محفل و این طفلکان زیبا داشته باشن به مقصودشان رسان، و هر حاجاتی که داشته باشن خدایا تو قادر و توانایی و دانایی برآورده گردان. پروردگارا بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان. پروردگارا مسافرای ما را در مسافرت ها سلامت دار و زندانیای ما را از زندان ها خلاص گردان، و به فرزندان ما را فرزند صالح و پسر طلب های ما را خدایا پسرچه های زیبا و اهل قرآن نصیب گردان. خداوندا به توفیق های ما را توفیق بندگی و بازگشتی به سوی خودت عنایت فرما. پروردگارا فرزندای ما را از راه صراط المستقیم منحرف مگردان. خدایا از راه معصیت و گناه نگاهشان دار. پروردگارا تاجرای ما را در تجارتشان برکت عطا فرما، و قرضدارهای ما را خدایا تو قادر و توانایی در کسب و کارشان برکت عطا فرما، از قرض خلاصشان گردان. خدایا کسانی که از این بندگان در غم و درد مبتلا هستند خدایا تو راهی خلاصیشان میدانی، اونها را از غم و دردها خلاص گردان. پروردگارا فیض و برکات در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما نازل گردان. خدایا ناراحتی ها و اختلاف ها را، آفت و بلاها را از این جمهوری عزیز ما دور گردان. صلح و صلاح و وحدت و دوستی را در بین امت ما و در بین مردم عزیز ما خدایا همیشه پایدار بدار. حکومت دارای ما را خداوندا انصاف و توفیق نصیب گردان که به شریعت و احکام شریعت دست درازی نکنند. پروردگارا در این دنیا توفیق بندگی و عمل کردن به سنت پیغمبر بزرگوار و دفاع کردن از شریعتش برای همه ما نصیب گردان، و در روز قیامت با شفاعت پیغمبر بزرگوار خدایا همه عاشقان مدرسه محمدی را و همه امتان اسلام در هر گوش و کنار جهان داخل جنت جاودانیت گردان. انشاءالله جمعه را میخوانیم. بعد از جمعه شما را به خدا امانت میسپاریم. باز تا سال آینده من میدانم از این کسانی که سال گذشته در این محفل مولد شرکت داشتند خیلی زیادی از اونها
اونها در عالم قبرند. با کی میدانه سال دیگه که من هستم همراه شما یا نه؟ و از بین من شما با کی هست و کی نه؟ این خدا منت. بنابر همه شما را به خدای مهربان امانت می سپارم. پروردگار شما را سلامت دارد و با سال دیگه و سال دیگه در این صحن خانه خدا و در دیگر خانه های خدا ادای عبادت کنید. آمین یا محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله محمد.